دوستان عزیز، سلام بر شما. در یک ویدیوی دیگر خوش آمدید. در این ویدیو یک افسانه ای از دوران قدیم خدمت شما به خوانش میگیرم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. و در یک گوشه دنیا بود نبود یک خارکش بود، که با زن و دو پسر کوچکش روزگاری دشواری را سپری می‌کردند. خارکش روزها به کوهستان می‌رفت و خار می‌کند و با فروش آن خرج زن و بچه‌اش را تهیه می‌کرد. اما هرچه تلاش می‌کرد روزگارش خوب نمی‌شد. روزی شنید تاجر شهرشان به سفری دور می رود. خارکش تصمیم گرفت خدمات کاروان را انجام دهد و آخر در یک کشور دیگر مقیم شود و کار کند. کاروان رفت و رفت و رفت تا به کشور زیبا و پرنعمتی رسید. تاجر سفارش خارکش را به یکی از دوستانش نمود تا برایش کار دهد و خود به وطنش برگشت. خارکش پیش دوست تاجر شهرشان به کار مشغول شد، اما صاحب کار گفت باید 1 سال کار کنی. مزد سالانه ات هم 2 حالت دارد. اگر مزد حلال میخواهی مثلا 1 افغانی، اگر مزد حرام میخواهی 100 افغانی. خارکش به فکر عمیق فرو رفت. خدایا 1 افغانی چه خواهد شد؟ هزینه 1-2 ماه زندگی. این همه راه را طی کردم به امید روزگاری بهتر. بیا هرچه باد همان 100 افغانی را قبول کنم. حداقل 1 سال کار کنم، شاید 1 سال دیگر را راحت باشم. غوغای عجیبی در وجود او در گرفته بود. نمی توانست تصمیم بگیرد. گاهی فکر میکرد که او برای کار آمده و مزد خود را میگیرد، این که حلال و حرام ندارد. اما باز هم محو سخن صاحب کار میشد که حتما در سخن او سری است و باید دقت کند. سرانجام تصمیم گرفت 1 سال در برابر 1 افغانی پول حلال کار کند. اما هرچه شب و روز میگذشت دهها پرسش او را آزار میداد که جواب زن و بچه هم را چه دهم؟ این سؤالها 1 لحظه او را آرام نمیگذاشت، ولی باز هم دلش را تسکین میداد که او با خدا معامله کرده، نه با صاحب کار، اصلا گوری پدر دنیا. با همین سوال و جوابها 1 سال سپری شد و تاجر شهر او از راه رسید. بعد از این که تاجر خریدهایش را تکمیل کرد به خارکش گفت چقدر کار کردی؟ پولت را بده برای زن و بچه‌ات ببرم. خارکش 100 بار از شرم در زمین فرو رفت، مرده و زنده شد و عرق ریخت. آخرش همان 1 افغانی را داد و گفت خودت هر چی لازم میدانی برای بچه هایم چیزی به عنوان سوغاتی بخر و سلام مرا هم برسان. خارکش بار دیگر تا 1 سال قراردادش را تمدید کرد و تاجر به شهر خود بازگشت. اما حیران ماند که با 1 افغانی چی بخرد. لحظه با خود فکر کرد و آخر 1 تربوز خرید و به خانه خارکش به عنوان سوغاتی داد. موقع نماز مغرب بود و بچه ها شادمانی میکردند که پدرشان تربوز فرستاده. آن شب فکر میکردند مادرشان بسیار نمازش را طولانی کرده و هرچی انتظار میکشیدند نماز مادر تمام نمیشد. سرانجام مادر سجده شکرش را انجام داد و تربوز را آماده کرد و کودکان از خوشحالی در پشت خود نمی گنجیدند. مادر
تربوز را دونیم کرد، اما دید بین آن پر از لعل و جواهر است که با سر چاقو روی سفره پخش شد و از بس جواهرات می درخشیدند. کودکان تربوز را فراموش کردند و از خوشحالی به هوا می پریدند که پدرشان تربوز پر از جواهرات فرستاده. مادر باز هم سجده شکر نمود و برای سلامتی شوهرش دعا کرد. لحظه دلش گرفت چرا خودش برنگشته تا در شادی کودکانش شریک میشد. آن شب کودکان نخوابیدند و هر لحظه از مادر سؤال میکردند که برای آنان چه میخرد. گاه خود سفارش میدادند که چه بخره و مادر قول میداد همان را میخرد. فردا زن خارکش به بازار رفت و نیازمندی های خود و کودکانش را خرید. بعد کارگر گرفت تا خانه مناسب برای آنها بسازد. خانه ساخته شد و شادی و نشاط فراوان و خانه آنها بال و پر میزد. فقط جای پدر خانواده خالی بود. 1 سال انتظار برای زن و کودکان خارکش گذشت و در این سال خارکش هم گشت بدنش از اندیش و سؤالهای پیاپی آب شد. روزی دید تاجر شهرش دنبال تجارت آمده، اما رویش نشد وضعیت زن و بچه‌اش را بپرسد. اما تصمیم گرفت همراه او به شهر خود باز گردد. 1 افغانی مزد 1 سال کارگری خود را گرفت و با تاجر راه افتاد. در 1 بعد از ظهری به شهر خود رسید، اما نتوانست از خجالت به خانه‌اش برود. تا شب در گوشه مخفی شد. همین که هوا تاریک شد 1 تربوز را خرید و سمت خانه‌اش راه افتاد و خود گفت پیش زن و بچه‌ام که رویم سیاه است، اما زن را می شود قناعت داد، ولی کودکانم قناعت نمی کنند. همین 1 تربوز هم خوب است، دلشان خوش می شود. وقتی پیش خانه‌اش رسید دید چه خانه زیبا و با شکوهی است. از حرکت ایستاد و با خود گفت شاید اشتباه آمدم. باز هم اطرافش را نگاه کرد، دید اشتباه نیامده. باز هم در جایش خشک زد و حیران ماند. چرا خانه هم تغییر کرده؟ واقعا این خانه از من است؟ نه، من که پول نداشتم. شاید زنم مرا فراموش کرده و شوهر دیگر کرده و او چنین خانه را ساخته است. اگر شوهر کرده بچه هایم را کجا کرده؟ خارکش گاه 1 قدم پیش می رفت و گاه 2 قدم پس می آمد. آخر تصمیم گرفت پیشتر برود، تحقیق کند جریان چیست. از لای در روشنایی چراغ متوجه شد خانمش با لباس قشنگ نشسته و کودکی سرش را روی زانویش گذاشته به خواب رفته است. مرد کم کم یقین پیدا میکرد که زنش شوهر دیگر کرده. نگاه کن چه لباس قشنگ پوشیده و چه دبدبه داره. ای خاک بر سر این دنیا. فکرهای بد از ذهنش ریشه می رفتند که کودک از خواب بیدار شد و سراغ پدر را گرفت. مادرش گفت پدرت به خیر می آید. 2 سال پیش به خاطر ما به مسافرتی راه دور رفت. خدا می داند در این شب و روزها چقدر سختی می کشد و دلش برای ما تنگ می شود. خارکش پسرانش را شناخت و دیگر از خوشحالی در خود نمی گنجید، اما باز هم نتوانست با 1 تربوز داخل خانه شود. تربوز را پشت در گذاشت و در را تق تق کرد. زنش که او را شناخت
در را باز کرد و با او خوش آمد گفت. کودکان هم به آغوش پدر پریدند و از او صمیمانه تشکر کردند و به او خوش آمد گفتند. اما پدر از یک طرف سرش را از شرمندگی بالا گرفته نمیتوانست و حرف نمیزد و از طرف دیگر پر از سؤال بود. زنش هم گیج شده بود که چرا شوهرش حرف نمیزنه. بالاخره مرد سکوت را شکست و قضایای خانه‌دار شدن، داشتن سرمایه و زندگی مرفه را پرسید. زن گفت عجب، از ما میپرسی؟ خودت صدها لعل و جواهر فرستادی و من با آن خانه ساختم، زندگی را سر و سامان دادم. حالا میگی که از کجا کردی؟ شوهر گفت من؟ خانم شوخی نکن. لعل و جواهر کجا بود؟ لعل و جواهر را من در عمرم ندیدم. زنش گفت ای بابا، مگر تو تربوز نفرستادی و جواهرات را بین تربوز قایم نکرده بودی؟ شوهر گفت نه به خدا، من از هیچ چیز خبر ندارم. زن جریان سال گذشته را تعریف کرد و گفت به دست تاجر تربوز فرستادی و من تربوز را چک کردم، جواهرات آن پخش شد. سخن زن که تمام شد، مرد ناخودآگاه فکرش طرف تربوز خودش رفت. سراسیمگی دوید، تربوز را از پشت در آورد. همین که با چاقو برید، با شگفتی دید پر از جواهرات است. به اختیار به سجده افتاد و از معامله‌ای که با خدا کرده بود ابراز خوشحالی نموده از او تشکر کرد. داستان ما به سر رسید. انشاءالله که مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد.